بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت همه شما بیننده های عزیز. آب مایه حیات است، اما متاسفانه مردم کابل با کمبود شدید آب آشامیدنی روبرو هستند و در شرایط دشوار زندگی می کنند. این برنامه توزیع آب به همت بانو میرزایی برگزار شده است تا اندکی از مشکلات این خانواده ها کاسته شود. از همه نیکوکاران دعوت می شود با حمایت و همکاری خود در این کار خیر سهیم شوند. هر کمک شما جرعه امید به زندگی این عزیزان خواهد بود. در آخر یک بار دیگر از بانو میرزایی تشکری می کنیم. اجرشان با آقا ابو عبدالله حسین و سقف‌های کربلا. تشکر. یعنی میگیرین مشکلات مردم که سعی سرای بشکاواز او نیست او بسیار کمه این منطقه. یک او دولتی داریم کوام 3 روز بعد 4 روز بعد یک رومه دیگه او نداریم. او شرکت‌های خصوصی که کلش خوش شده. مشکلات او بسیار زیاد داریم. اگر نمیره یک لطف کنین شما یک همکاری کنین دیگه از شما بسیار خواهش ندارم. آره